милая, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. صد بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها، تماشابینان شبکه شهنام. امروز جمع تبریکاتی شهنام در دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن جشن زادروز اکمالمک آمدیم که امروز میلاد خود را جشن گرفته سودند و امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام پروین آیتی، زرین آیتی، نگین بانو و اکرم جان تیار کردیم. همچنان از نام مادر عزیزی فرزندان، از نام امید خاله تبریک کرده لحظه های شادیانه را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، خویش و تباران، نزدیکان، مادران عزیز، همه شمایان را به جشن زادروز اکمالمک خوش آمدیتان میگویم. بید یا نیمابه اکرم جان همچنین پدر یک بدفعل داشته باشد، ما هم اینچنین پدر داریم. زادروز مبارک. 120 ساله شد. امروز اکمالمک پیش از همین تبریک گرفته گفتم که اکمالمکم فعلشان مانندی دادی. من گفتم من علاجش رو میابم، زیخ نشم. زادروزتان مبارک باشد. این روزی خرسندی است. همه پدرها، همه مردها شرم میکنند و فرزندان میفخرند برای بودنتان، برای هستیتان و رمز تشکر خود را خواستن ایثار کنند. و به نزدتان مادر عزیز منورانه را تکلیف میکنیم. منورانه مرحمت، نزدیکتر استید. حاضر در اینجا جوره ها، همسیفان، همه خویش و تبارانه. جوره خونمک شما هم همسین جوره. چند ساله شدتان حالی نو؟ 15 ساله. بگذار علامخین جوانی خوشچکچکی دسترخوانی پر از دوستان شما ترک نسازد. همیشه صحت سلامت گرده. زادروزتان مبارک. منوره خدا مرحمت. گذار دیوانشان با السلام علیکم. منورانه من امروز 54 سال شده است اکمالمکم به دنیا آمدنشان بود. امروز اکمالمک انسان بسیار هم خوشبخت، انسانی اصیل، انسانی بهشتی گویم خطا نمیکنیم که صاحب 3 کلیدی در جنت هستید. من دختران را صاحب بخت کردید، صاحب خاندان کردید. خدا کند که اکرم جان هم توی کنید و در این خاندان ها نبیرتایی ها برساند. امروز شما را از نام پروین آیتی، زرین آیتی، نگین بانو، اکرم جان از مسافرت از نام مداخله تبریک میگویم و از نام مادر عزیز منورانه. مادر هستند که شمایان پیر نمیشود و جوانی شمایان را ترک نمیکند. سرشار مهرند و دعاگوی شمایان هستند. امروز
دختران برای پدر از همه مهربان و از همه خبرگیرک می شوند و برای پدر جانشان را فدا می کنند نسبتاً پسرها. دختران می گویند که قهرمان زندگی ما برای چند سالها مسافرت و مهنت کردند. اینجا چند سالها برای ما فرزندان فقط مهنتی حلال کردند و ما باشد می فخریم از این خصلت هایشان. تا دنیا باشد و هیچ وقت در غم زندگی را نبینند، دعاگوی سری ما شده گردند. چشمه های از محبت نور شرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بهر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سر جان عزیزی خود گذر دارد پدر. مهمانان قریب 4-5 سال باز از نزدیک میشناسیم اکمالمک را. بسیار هم همراهی پدرم دوستی دارند و در آن باغ‌های زیبا یک جای کار میکنند. ذره در قلبشان سیاگی یا غرضی نیست، چون این انسانی هستند که به همه یاری میرسانند. دستشان کشاد، چهره کشاد دارند و البته و خردان عزت دارند. همین خصلت، همین رفتارشان را حرمت میکنم و همیشه صحت و سلامت باشید. زادروزتان مبارک باشد. منورانه در سر شمایان همیشه دعاگوی شده گردن و هیچ وقت پیر نشوید و همیشه دعاگوی سری فرزندان شده گرده. ما باشد برای شما در این دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. خدا کند که همراهی منورانه، همراهی اهل خویش، همراهی امید خاله یک جایه و زیارت کعبه الله نصیب کند و در این کاشانه زیبا که با یک مهنت‌های حلالتان برپا کرده حج آشی‌ها شود. مرحمت کتاب را پیشکش میکنیم. زادروز مبارک. مرحمت. منورانه حاضر اکرم جان که صحبت کرده میگویند که پدر برای فراوان زندگی کردن ما مسافری و کار کردن، مادرم در مسافری هستند. هر شب و روز از حال ما خبرگیرک آنها جان ما هستند. نظم میبینیم شونم سرزنش میکنن، جنگ میکنن و فقط میگویند که راه راست بگرد، حق کس را نگیر، به حق کس خیانت مکن. چون این پدر و عمک ها را کلان کردن و ما هم چنین پند و نصیحت ها میدیم. نظم میبینم شونم خدا خواهد توی نکاحی ما برساند و یک تا هزینه کردن که تکش به چین حقیقت بیاد که خودشان برین یک کرینی پرپردار یا بنا تایا سر کنند گفتن اکرم جان و انمی دستگل زیبا را از نام اکرم جان تیار کردیم. مرحمت تقدیم میکنیم برایشان. مبارک باشد. اکرم جان را خوش میکنیم و تبریک میکنیم پدر را. مرحمت. هم مغزش شیرین میگوید نبیره رو نبینید. همه نبیره ها برای تبریکی شما بگذار همیشه اطرافات هم پروانش گردند و
های کلانش به نصیب کند و برای شمایان شیرینی داریم. دخترها از این طرفشان گذارید، منورانه شمایان میانشان به نزدیکتر استید و باشد شیرینی را یک جای بیاریم. خدا خواهد 60 سالگی یوبیله 120 سالگی زادروز را یک جای جشن گرفتن نصیب کند. مرحمت. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. منورانه حتی شرکت تبریک کنیم اکن مهمان با خوش آمدید بید. مرحمت. السلام علیکم مهمان و میزبانان گرامی، خوش آمدید به خانه پسر کلانی من و یک پسرش پسر کلانی من. خوش آمدید همه خودتان نوری دیده تاجی سر بگوید. خوش آمدید اکمل جان 120 مدرو همه وقت عمره که در روز و حضوری ارادی بچه کده بود. ساق و سلامت خدا که ساق و سلامت گرده الهیم همین اکوی همه شجا بجا کنه کلم توی بدنی و توی یوی برا خوندی من یه برای ها برسونه خدا با شکر خدا با 100,000 بار شکر همه وقت ساق سلامت باشه. خوش آمده هم یک کدوم مهمانای عزیز، خوش آمده. رحمت. از نام خواهر و دادران شما باید تبریک بگید. مرحمت. السلام علیکم مهمانان، درگاه اکرم خوش آمده. اولم بار صحت سلامتی اکرم همه وقت صحت سلامت گردن سری موقع همه وقت دروگوی فرمانده اکرم شوم خوشه پیشم حضورتی بچه خوش نبینم. همه قریزی جنداشم هم خیلی روزی رای گذاره همه وقت صحت سلامتی اول داشت. السلام بابا. تبریک میکنم شاد و درایه. شاخ سلامت سری خدام بگرده. السلام علیکم همه‌تون بابا تبریک میکنم صد و درایه. الهیم سری ما با ساق و سلامت کرده. امیدوارم که خوشا پیش به من شما با یک شعر دارم. بابا جانم خاک پایت میشوم وقتی پیری من عصایت میشوم با مدار و زندگی روی حولی کفش پایت میشوم. تو خوش آمده خونتان دین و در تبریک میکنم تو نه صد بدروی نویم همه وقت سری ما و ساق سلامت کرده بیم که خوشا پیر شده همان یک روی نه از طرز شما دادتون. رحمت. اکمالامک همسیفو با کلاسکام کی بود؟ مرحمت. وقتی علامت عبدالرحمن شما را دعوت میکنیم. مرحمت. از نام خداها استاد رفیق بابا بچمیم نزدیکتر یک تا تبریک کنیم. مرحمت. سلام علیکم میوانا جزده دوستان جویران مای روزی پرسندیش تبریک تا سب بدارم هم وقت روزی پرسندید هم خیلی زیاد گذارد سریع این فرزنده بود نیورد و هم وقت پرسند کنده. رحمت. تشکر. جیان هایم تبریک میکنند می؟ و اکمالامک
وقت شما ناراحت نکنیم یک تمیجه اویلوی رسم گیریم قطعی همراهی جیره ها رسم گیریم و بعد از آن نوبت رو به زنها به رقص میتیم تبریکش کتی رحمت مرحمت در جای رسم میگیریم یا شما
بیننده های عزیز، امروز ما اکملامک را در جشن زادروزشان از نام فرزندان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.